با شما هستم دلجوی خطلان. یک برادر ما بسیار خواهش کرد که همین ویدیو را کنیم، یعنی درباره تیمای تلفن عوض کردن. در دست ما تلفن سامسونگ G7 2016 می باشد. ده شکلش موجود است برای تیمای داخلش عوض کردن. نسترویک وارد میشیم و از نسترویک آبی ای تیمی وارد میشیم. هنگامی که وارد شدیم، اگر در تیمه ها وارد میشیم، تیمه و از نسترویکش اگر انا همین گالچکای ما گریان باشد، یعنی پروگرامش در منوی ما میبروید، یعنی میتونیم از منوی نیز عوض کنیم. شکل دویمش و شکل یکمش از نسترویک است. خوب، در اینجا تیمه ها زیاد هستند. کدام تیمه را که شما بخواین همورا میتونین که در تلفنتون مونین. همین هم با واسطه گوگل اکاونت میشود، یعنی اکاونتون در همین وارد میکنین. الان ما وارد کرده گیه. انا همین تیمه ها هستن، یعنی تیمه ها به نهایت زیاد میباشن. خوب، ما یکی از همین تیمه ها را انتخاب میکنیم. یکی ما در همین تیمه پسند شد، همین را انتخاب میکنم و از پایان پروب نیا ورسیا یک بار زیر میکنیم. زگ روزید کمی منتظر میشیم. همین تیمه را از کچت میکنه، در تلفن ما میگیرد. بینید خوب، علاقه تیمه را گرفت و چیکار کردن لازم. خوب، انا اکنون واسپوزیاتیا یک بار میکنید. فینیمی و منتظر میشوید. الان اکنون تیمای ما را قبول کرد. چنین میبینید همین گلاو نیمه و دیگر همه تیما عوض شده. میتونین که باز دیگر تیماشان اسکچت کنیم.